شهزاد ادیل کجاست؟ تصاویر باور نکردنی شهزاد ادیل با همسرش. دلیل دوری شهزاد ادیل از هنر موسیقی چی بوده است؟ حقایق تازه رابطه شهزاد ادیل با آریانا سعید. من در این ویدیو پیرامون همین موضوعات خواهم پرداخت، پس در ادامه با من باشید. سلام، شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال من هم آگاه شوید. شهزاد ادیل هنرمند موفق، ناماشنا و جوان کشور است و از ولایت زیبای کابل می باشد. شهزاد ادیل کارهای هنری خود را در سال 2008 به طور رسمی آغاز کرد و به عنوان هنرمند عاشقانه خوان در میان هنرمندان افغانستان و جوانان کشور شهره بود. شهزاد ادیل تحصیلات دوره لیسه و دانشگاه را در کابل به اتمام رسانید. وی در سال 2011 ازدواج کرده است و ثمره ازدواجش اکنون 3 فرزند می باشد. شهزاد مانند هزاران افغان دیگر بعد از تغییر رژیم حاکم در افغانستان به کشور آلمان پناهنده شده است و بعد از رفتنش به این کشور از هنر موسیقی دوری کرده است و دلیل دوری وی از هنر موسیقی و کارهای هنری دسترسی نداشتن با آلات موسیقی بوده است. اما جدیداً شهزاد ادیل برای علاقمندانش مژده اجرای کنسرت دوگانه با ملکه دلها آریانا سعید را در سال 2024 داده است. این خبر نشر شده از طرف شهزاد ادیل مورد حمایت و تشویق فراوان مردم و طرفدارانشان قرار گرفته است. ما هم در انتظار نشر آهنگ‌های جدید شهزاد ادیل و برگزاری این کنسرت بزرگ شهزاد ادیل با آریانا سعید خواهیم بود. دوستان خوبم، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با دوستان و طرفداران شهزاد ادیل و آریانا سعید به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز دوست کانال من نشدید، پس برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید، ویدیوهای من را لایک نمایید و با دوستان خود به اشتراک بگذارید. سلامتی شما عزیزان آرزوی من است. تا درودی دیگر، بدرود.